سلام دوستان، سلام. عصر زیباتون به خیر و شادی. بالاخره بعد از 12 روز حمله اسرائیل کودک کش به خاک ایران، اینترنت ها آزاد شد و بین المللی شد. ما هم تونستیم براتون یه فیلم بگیریم بذاریم داخل کانال. نمیشد، کلا اینترنت ها قطع بود، به هیچ اینترنتی هم دسترسی نداشتیم که بتونیم براتون کلیپ بذاریم. بازم خدا رو شکر یه آتش بسی شده و درسته خیلی ها شهید شدن، ولی بازم جای شکر داره. بازم خدا رو شکر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حالتون خوبه بچه ها؟ سلامتین؟ امروز هم اومدم آبداری باغ دیگه. کم کم من فصل انارام دیگه کم کم رسیده. یه سبزی ترخونیه، کسی میدونه ترخونی چیه؟ خیلی هم مرسی از نگاه زیباتون، مرسی. چه خط خبراتی بچه ها. امروز گرگی هم هموم دادیم، گفتیم گرم بوده، یه چند روز هم بود درست نتونستم باش بازی کنم دیگه. تا امروز اومدم حسابی از خجالتش در اومدم. گرگی به بچه ها سلام کن. اعلان خیسه خیسه سلام کن. امیدوارم که هر جا باشین حال دلتون خوب باشه، سلامت و صحیح و سالم باشین بچه های گل، دوستان گلم. بچه ها خورما کم کم یه تقریبا 1 ماه دیگه میره برای رنگ زدن. برج 7 هم دیگه شروع میشه با امید خدا برای برش. برج 6، برج 7. ولی امسال فکر میکنم باد بارون بدی بشه. زمانی که اینا میخواد رنگ بزنه هر سال همینجوره. بهش میگن 40 پسینه. قدیما میگفتن 40 پسونه. 40 تا پسین این 40 تا اس. بعد ظهر اب میاد تو آسمون طوری که حتی بارون پراکنده هم داریم تو بعضی نقاط. از شانس بد ما الان 3 سال دقیقاً با امسال میشه 3 سال که همین فصل 40 پسینک بارون میزنه، خرما هم تو رنگ گرفتن خراب میشه، نابود میشه. حالا سال گذشته خوب بود ولی سال قبلترش 2 سال پیش اصلا خرما نابود شد. میتونم بگم شد کود به این حد. یعنی اصلا